تمرین چهارم. در تمرین چهارم خط اول و سوم کاملا یکسان هستند و خط دوم یه پله از اونها بالاتر اجرا میشه. سی سی لا سول لا فا سول لا سی سول لا فا سول. یه پله بالاتر دو دو سی لا سی سول لا سی. سول با انگشت سوم از سیم زرد میاریم. دو لا سی سول لا و بعد سول بعدی رو با انگشت اول میریم عقب چون میخوایم که خط سوم رو اجرا کنیم که در این موقعیت قرار داره. سی سی لا سول لا فا سول لا سی سول لا فا سول. با سرعت 80 اجرا میکنیم.